سلام دوستان. امروز میخوام درباره مزایای استراتژی Set and Forget صحبت کنم. میخوام نشون بدم چطور میتونید با استفاده از مناطق عرضه و تقاضا توی فارکس این کارو انجام بدید. اگه دوست دارید بیشتر درباره معاملات عرضه و تقاضا یاد بگیرید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید. قبل از اینکه بریم سراغ نمودارها، بذارید چند تا مزیت این روش رو نسبت به بقیه استراتژی‌ها بگم. به نظر من اولین مزیتش اینه که خیلی ساده است و برای آدمای پرمشغله فوق‌العاده است. چون خیلی ها هنوز شغل تمام وقت دارن و تازه دارن حساب معاملاتیشون رو میسازن و مهارت کسب میکنن. خیلی ها میخوان در آینده این کار رو به عنوان شغل اصلی انجام بدن. برای همین الان بهترین کار اینه که Set and Forget رو امتحان کنید. خیلی ها این روش رو دوست ندارن، ولی من فکر میکنم برای آدمای شاغل و پرمشغله عالیه. راه اندازیش خیلی ساده است و حتی میتونید هشدار بذارید تا وقتی شرایط پیش اومد سریع مطلع بشید. به نظرم این روش حاشیه سود خوبی هم داره. البته ممکنه بعضیا با استراتژی‌های دیگه سود بیشتری بگیرن، ولی توی عرضه و تقاضا معمولاً این روش سود بالاتری میده. یه نکته مهمش اینه که همیشه همجهت با روند معامله میکنید. خود من بیشتر از تایم فریم های 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه‌ای استفاده میکنم. برای ترید سوینگ هم از هفتگی، روزانه و 4 ساعته استفاده میکنم. وقتی به تایم فریم هم نگاه کنید، آخرین ستون همیشه تایم ورودم هست. مثلا توی ترید روزانه از 4 ساعت، 1 ساعت و 15 دقیقه برای ورود استفاده میکنم. برای اسکلپ هم ممکنه برم روی 15 دقیقه، 5 دقیقه و حتی 1 دقیقه. باید ببینید برنامه‌تون چطوری و چند بار در روز میتونید بازار رو چک کنید. اگه نمیتونید مدام پای چارت باشید، بهتره سمت تایم فریم های بزرگتر برید. قدم بعدی اینه که توی هر سه تایم فریم روند رو مشخص کنید. مثلا هفتگی، روزانه و 4 ساعته رو بررسی کنید. اگه هفتگی نزولیه، روزانه هم نزولیه و 4 ساعته هم نزولیه، وقتش رو دنبال فروش باشید. بعد از تعیین روند، باید دنبال مناطق عرضه و تقاضا باشید. حرکت‌ها رو بررسی کنید. یک حرکت شدید، بعدش یک منطقه بیس و بعد دوباره حرکت شدید. وقتی منطقه رو پیدا کردید، بالای اون منطقه استاپ لاس بذارید و منتظر برگشت قیمت باشید. همیشه برنده نیستید، ولی معمولاً نسبت ریسک به ریوارد خیلی بالاست. هرچی منطقه بزرگتر باشه، احتمال خوردن استاپ کمتره، ولی نسبت سود به ریسک هم کمتر میشه. هرچی منطقه کوچیکتر باشه، احتمال استاپ خوردن بیشتره، ولی نسبت سود به ریسک بالاتره. برای مدیریت معامله من معمولاً 3-1 میگیرم و خارج میشم. وقتی قیمت به نسبت 1-1 رسید، استاپ رو میارم نصف ریست. چون ممکنه دوباره بیاد منطقه رو تست کنه و بعد ادامه بده. وقتی 2-1 شد، استاپ رو میارم نقطه سر به سر. بعضیا هم پله‌ای استاپ رو میارن پایین و سود بیشتری کسب میکنن. 3 قدم اصلی این استراتژی اینه. اول، توی هر 3 تایم فریم روند در یک جهت باشه. دوم، منطقه عرضه و تقاضای مناسب پیدا کنید. و سوم، طبق تجربیاتتون معامله رو مدیریت کنید. یه نکته اضافه هم اینه که مطمئن شید خلاف تایم فریم بالاتر معامله نکنید. مثلا اگه توی روزانه فروش میزنید، داخل منطقه تقاضای هفتگی نباشید. چون اینطوری حاشیه سودتون کمتر میشه و احتمال خوردن استاپ بیشتره. امیدوارم لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.